پگاه در جمهوری تاجیکستان عید سید قربان تجلیل می‌گردد. با این مناسبت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مردم شریف تاجیکستان را تبریک نمودند. حالا توجه نمایید به متن پیام تبریکی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به مناسبت عید سید قربان در قرائت همکاران ما. تبریکات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به مناسبت عید سید قربان. هموطنان عزیز، همه شما و کلی هموطنان برون مرزیمان را به مناسبت عید قربان که از جمله سنت‌های نیک و پسندیده دین مبین اسلام بوده پگاه فرا می‌رسد، صمیمانه تبریک میگویم. مسلمانان کشور ما که پیرو مذهب معتدل و تحملگرای حنفی میباشند به دین مبین اسلام و سنت‌های آن همچون نشانه ایمانداری، وسیله پاکی معنوی و آداب و اخلاق حمیده ارج می‌گذارند. زیرا دین اسلام و مذهب حنفیه طی صدساله‌های زیاد به تشکل معنوی و تکمیل فرهنگ دینداری ما مساعدت کرده است. مردم مسلمان ما ضمن تجلیل عید قربان روح گذشتگان را یادآور می‌شوند، منزل آنها را زیارت می‌کنند، به عیادت عائله‌های عزادار می‌روند و عمل‌های خیر و ثواب را اجرا می‌نمایند. همزمان با این در دوره آمادگی به این عید سعید هزاران نفر ساکنان مملکت فریضه حج را که از جمله رکن‌های پنجگانه دین اسلام محسوب می‌یابد به جا می‌آورند. باور دارم که حاجیان ما بعد به وطن برگشتن به جای آراستن دسترخوان و تشکیل کردن معرکه‌های نمایشکارانه به انجام دادن اعمال ثواب از جمله کارهای آبادانی، تعلیم و تربیت فرزندان و کمک به محتاجان بیشتر مشغول شده کوشش میکنند که در این جاده نمونه عبرت دیگران باشند. در خاطر باید داشت که حاجی شدن تنها معنای به زیارت خانه خدا مشرف شدن را ندارد، بلکه تولد دویمباره معنوی، تحکیم اخلاق حمیده، تربیت روح و اخلاق پاک و کوشش برای انسانی کامل شدن است. بسیار مهم است که در دایره برگزار نمودن عید قربان باید ارزش‌های نیک انسانی و معنوی از قبیل رفتار و کردار و اعمال نیک، دوستی و رفاقت، سازندگی و آبادکاری، آموزش علم و معرفت، تحملگرایی و پاکی زبان و دیگر خصلت‌های حمیده باید منتظم تلقین کرده شوند. خداوند در قرآن مجید فرموده است: ای کسانی که ایمان آورده اید از پاکیزه های آن چی شما به دست آورده اید و از پاکیزه های آن چی برای شما از زمین بیرون آورده ایم خرج کنید. اطمینان دارم که شخصان همت بلند و سخاوت پیشه طبق فرموده های خداوند متعال در این روز مبارک دست خیر و سخا و کمک و دستگیری خود را از یتیمان و معیوبان، بی‌پرستاران و محتاجان و عائله های کم بضاعت دریغ نمی‌دارند و با همین را صاحب ثواب زیاد می‌گردند. در برابر این فراموش نباید کرد که قربانی کردن تنها به شخصان دارای شرایط و امکانیت کافی مادی و مالی واجب است. کسانی که امکانیت اجرای چنین عمل را ندارند می‌توانند با مناسبت نرم انسانی و آداب و اخلاق حسنه از ثواب و برکت عید قربان بهره‌ور شوند. هر یک ساکن مملکت باید عمیق درک نماید که در وضع کنونی بسیار حساس و پیچیده جهان ما باید سرجم و متحد و زیرک و هوشیار باشیم. نعمت بزرگترین زندگی خلقمان یعنی استقلالیت و آزادی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را در همه حالت حمایت کنیم و منفعت دولت و ملتمان را از تمام منفعت‌های دیگر بالا گذاریم. پدر و مادران، استادان و آموزگاران، اهل ضیا، خادمان دین و هر یک فردی وطن دوست و سالم فکر وظیفه دارند که گرایش نورسان و جوانان را به هر گونه گروه و حرکت‌های افراطی پیشگیری کنند. امروز دولت و حکومت تاجیکستان برای هر یک فرد جامعه تمام شرایط و امکانیت‌ها را فراهم آورده است که به خاطر بهتر گردانیدن سطح نیک و احوالی خود،
پیشرفت دولت و آبادی وطن محبوبمان صافدلانه زحمت کشیده در تامین حیات آسوده ساکنان مملکت فعالانه اشتراک نماید و در این امر خیر سهم وطن دوستانه خویش را گذارد. اطمینان دارم که مردم شریف تاجیکستان در برابر اجرای مراسم دینی و مذهبی از جمله ادای مناسک حج و تجلیل عید قربان در راه تربیت اخلاقی جوانان و نورسان به راه درست هدایت کردن آنها و وسعت بخشیدن به کارهای سازندگی و آبادانی کشور عزیزمان سعی و تلاشی بیشتر میکنند. بار دیگر همه شما هموطنان عزیز را به مناسبت فرارسی عید سعید قربان صمیمانه تبریک گفته به خاندان هر یک ساکنی مملکت صلح و آرامی، فیض و برکت و اقبال و خوشبختی آرزو نمایم. عید سعید قربان مبارک باشد هموطنان عزیز.